خب سلام، من علیمعلی ام. میدونم براتون خیلی جالب باشه چون همیشه ویدیوهای رقص و از این حرفا گذاشتم. گفتم این دفعه یکم ویدیو رو عوض کنم براتون، طرز تهیه غذای ساده و مقوی رو بهتون نشون بدم. همونطور که میبینید اینجا یه سری از چیزایی که این غذا لازم داره آماده کردم. اینجا که همینطور توجه کنین فلفل سبز، هویج، بعد اینجا یه چیزی اسمش میگم پوئر، شبیه پیازچه است ولی گنده‌تر از پیازچه است. قارچه و همه خورد شده است. جوانه گندم، سینه مرغ خورد شده با 2-3 تا پر سیر اونم خورد شده روشه که اینا رو اول از مرغ شروع میکنیم. مرغ رو سرخ میکنیم. البته مقدار اینا به تعداد نفر بستگی داره دیگه، بعد خودتون ببینید مثلا چند نفر اینا چجوری باید چیز کنید. الان شروع میکنیم با سرخ کردن مرغ که همونطور که میبینید اینجا الان مرغ رو سرخ میکنیم. مایت‌ها رو من گذاشتم، برنجم گذاشتم، دم بکشین. این غذا با برنج خورده میشه. چیزی بودن میشه گفت شبیه چی میگم خورشت میمونه، یه جوری میشه گفت مثلا شبیه غذای چینی. چیز دیگه هم که احتیاج داریم سس سویاست که امیدوارم که همتون هم میشناسین. حالا این در اینجا که من زندگی میکنم تو اسپانیا این مارک رو تهیه کردم که ما نینگزه. شما میتونید هر مارک دیگه هر جور دیگه تهیه کنید و استفاده کنید. و حالا شروع میکنیم برای سرخ کردن مرغ. من فعلا قطع میکنم، ادامه‌شو در تصویر بعدی میبینیم. خب برای اینجا شروع میکنیم به قول معروف به سرخ کردن مرغ. روغن من همیشه روغن زیتون استفاده میکنم و بهتونم توصیه میکنم که روغن زیتون استفاده کنید چون خیلی سرم‌تر روغنای دیگه است. ما الان اینجا این سینه‌های مرغ که همونطور که میبینی حالت ریش ریش خورد کردیم با سیر و نمک میذاریم سرخ بشه. مقدار کافی نمک هم میزنیم. نمک دیگه به دلخواه شماست، هر جور شما دوست دارید نمک رو بزنید. از یکی شور دوست داره یکی شور دوست نداره. البته میگم بستگی به سلیقه داره. من یکم سریع اینا رو خورد کردم. همونطور که میبینید این قارچو با اینا حتی ریش به حالت ریشه. هویجم به همین صورت، فلفل سبزم به همین صورت. میتونید توش کلم سبز یا کلم سفید هم استفاده کنید یا کلم قرمز یا بروکلی، هر جور شما دوست دارید. یه غذایی میگم سالمه، خیلی هم راحته درست کردنش. و یه چیز دیگه هم که به این اضافه میشه البته قاطی برنجی میشه یا هر جور دلتون میخواد میتونید قاطی همین کنید. من معمولا قاطی همین میکنم. نخود فرنگی، نخود سبز که اونم میتونید یا تازه بگیرین یا از این کنسروی ها یخ زده، فرقی نمیکنه. خواهده که ببینید برنج داره اینجا قول میزنه. این مرغ هم یک کم دیگه میزنیم بپزه. الان من یک کم بهش فلفل سیاه میزنم. دوستایی که خارج از ایرانن من بهشون توصیه میکنم که اگه میتونن این برنج رو تهیه کنن. این برنج تیلدا باسماتیکه، برنج بسیار عالیه، بسیار خوش‌طعم و خوشمزه است. و من همونطور که بهتون گفتم من نخود فرنگی از این نخود فرنگی با نمک یخ‌زده استفاده میکنم برای اینکه راحت‌تر و سریع‌تر کارتونه. اونم که بهتون گفتم جوانه گندم و سس سویا. الان اینو یک کم دیگه من میذارم سرخ شه و برش میدارم. بعد به ادامه رو بهتون میگم چیکار باید بکنید. خب همونطور که میبینید این مرغ الان محض کافی سرخ شده، احتیاجی نیست بیشتر از این سرخ شه. سینه مرغ که با نمک سرخ کردیم جدا میذاریم، در میاریم از تو مایتابه بخاطر اینکه زیاد خشک نشه. بعد چون که به قول معروف قارچ آب زیاد میندازه، ما اول چیکار میکنیم؟ اول با قارچ شروع میکنیم. این قارچ رو کم سرخش کنیم، آبش در بیاد. اشکال نداره نباتیش بشه مثلا چند کم سرخ بشه. بعد اینجا یک کم روغن میگم من روغن زیتون استفاده میکنم. یکم روغن میریزیم، روغنش کافی بشه. مقداری نمک برای اینکه این به قول معروف قارچ خودش آب بندازه خوش‌طعم بشه.
برنج هم که می‌بینید روشون دم بکشه. این حالا بهتون بگم این دم کنی که اینجا می‌بینید دم کنی کار خانمم خودش درست کرده. دم کردن برنج. بعدش همین که بعد اینجا رو بعداً تمیز بکنم چون اگر برسه اینجا ببینه کثیفه ایشه دیگه کلامو میکنه. کم پیش بیاد ما آشپزی کنم ولی ما که آشپزی میکنم به قول معروف سنگ تموم میذارم. سعی میکنم یه سر خوب و خوشمزه درست کنم. حالا این غذا که دارم درست میکنم این مقداری که شما اینجا میبینید این تقریبا میشه گفت برای 3 نفره که امروز برای مادرم گفتم دعوت کردم اینجا مامانم بیاد خونه ما غذا بخوره و خانمم که الان کلاس داشته شو الان بعد کلاس دیگه برسیم. کسی که پشت دوربینه دوستمه که بنده خدا نگه داشتم اینجا البته فارسی بلد نیست که یکم هم فیلم بگیره. اگه توجه کنید همین مایتابه خوش شده چیکار میکنید روغن اضافه میکنید چون روغن رو قاچا به خودش میگم این غذا خیلی غذای مقویه خیلی راحته موادش رو هر جایی دنیا که باشی میتونید راحت تهیه کنید و آخر سر وقتی خودتون درست کنید چون که از تو دوربین که نمیشه مزه‌شو کشید خودتون درست کنید میبینید که واقعا خیلی غذای خوشمزه و خوبیه. خب حالا فعلا چیزتون میکنم تا بعدا ادامه‌ش رو بهتون توضیح بدم. خب الان این قاچا به قول معروف تقریبا خوب شده تقریبا که نه الان خوبه خیلی عالیه به خاطر اینکه نخود فرنگی ما الان یکم یخ زده بوده اینو اول میریزم یخش به قول معروف آب میشه و بپزه میکنیم بس حالا جوانه گندم هم اضافه میکنیم چون جوانه گندم خودش خیلی آب برمیده از خودش آب میدازم و همینطور اضافه بقیه چیزها مرغ میتونید در آخر سر اضافه کنید چند اینو برای کم نمونه رو بپزه نمیخوام مرغ خوش بشه اینا رو که ریختیم این که میذاریم باشه این اینجوری الان به قول معروف ولوم داره میره پایین اینجوری نمیمونه مقدار کمی نمک روش میپاشیم مقدار کمی هم روغن میگم البته میتونید شامل با روغن آفتابگردون یا روغن دیگه که دوست دارید درست کنید ولی من ترجیح میدم روغن زیتون باشه. حالا مقداری هم سس سویا می‌ریزیم سس سویا رو بعد هم توی برنج هم با برنج وقتی کشید و غذا رو میتونید برید فرق نداره مسئله نیست من ندارم یکی دیگه اینجور را پاس دارم خب حالا این زیرش رو میذاریم کم باشه تا اینا قشنگ باز خودش بپزه و آب بندازه و بعد بتونیم راحت‌تر هم بزنیم. همونطور که میبینید قیافه خیلی قشنگی داره و خوشمزه است. البته یه چیز دیگه هم میتونم بذارم بهتون بگم بستگی به چیز شما داره. اگه دوست دارین به قول معروف سبزیجات ترد باشه نزنین زیاد بپزه معمولی الان مثلا نمیتونین یه رو 20 دقیقه نیم ساعت دیگه برش دارین یا اگه دوست دارین پخته باشه خب میذارین این پزه دیگه به مدت دلخواه خودتون هم دوست داشتین. حالا ما اینو فعلا میذاریم کم باشه و بپزه. خب الان همچنین نگاه میکنیم این چیز حدود یه رو 20 دقیقه گذشت این چهار تقریبا رفت پایین تقریبا همه چی پخته شده قطعی شده با هم میبینید نخود امتحان میکنیم دیگه میبینید لحمشه پخته عالیه. حالا میتونیم این مرغ رو بشه مرغ قطعی میکنیم اگه آدرسی تو داری حاله میام خواستگاری حاله
یک کمی هم بهش باز دوباره سس سویا اضافه میکنیم. آماده. این غذا یک کمی دیگه 5 دقیقه زنده میذاریم باشو. برنج رو میکشیم و روی برنج میریزیم و با برنج رو معروف میل میکنیم.